جناب ریسیس جان، در این 1 سالی که از طویله کت خدا بیرون آمده ای به کدام یک از وعده‌هایت عمل کرده می باشندی؟ ای بابا، این هم شد سوال؟ هیچ وعده ای نبود که من همی بدم و به آن عمل همی نکنم. قرار بود که سالی 1,000,000 خانه برای اهالی بسازید، پس چه شد؟ ساختم 2-3 میلیون ساختم. سیل لعنتی آمد، همهشان را با خود بردندی. ریسیس جان، مگر قرار نبوده که بدون پشتیبان ضرب همی نکنی؟ پس چه شدندی؟ من هر سکه‌ای که ضرب کردم پشتیبانه داشته می باشندی. پشتیبانش چه بودندی؟ پهن اولاغ کت خدا. پشتیبانه از این بهتر میخوایی؟ برو سال بعدی. بحران آب فینیتو چه شدندی؟ با ابرها صحبت کرده ام که بیایند و ببارند. ابرها باید ببارند، انشاءالله که میبارند. نان چه شد؟ نان را به بچه ها گفته ام بروند بدون نوبت بخرند، آن هم نان سنگک خشخاشی. سفره چه شدندی؟ سفره که پن همی می باشندی. اخیراً 1 لقمه 92,000 میلیاردی تو رگ همی زدیم، معز خاطره تعبندی. بگویید که تورم چه شدندی؟ تورم را که به 0 همی رسانده ام. الان تنها تورمی که در فینیتو می باشندی ورم شکم قال می باشندی. اهای ریس یابو، حاصل وعده ها تو. اگر به وعده هایت عمل همی کرده ای، پس چرا اهالی معترض می باشندی؟ اینها عوامل بیگانه می باشندی. اهالی از من حمایت می کنندی. اهالی بیایید از من حمایت کنید. من از ریس جانم حمایت همی می کنمی. اینجاست که باید گفت ای کت خدای خبیث، گم شو برو با ریس. ای کت خدای خبیث، گم شو برو با ریس. ای کت خدای خبیث، گم شو برو با ریس.